خندکاری و نقاشی، رسامی و طراحی از جمله هنرهای اصیل و ماندگار ملی. تو که هرچی میتونید از دستت میبیاد توی میشناسم خودشون اومده کاراتو میتین تو در یک کس تخت نمیکنی. استفاده وسیع عنصرهای معماری ملی در بنای و انشاءات، بناهای بنیاد شده چون معجزه ناتکرار، معرفکاری فرهنگ و تمدن ملت تاجیک. خصوصیت‌های اتنیکی و فرهنگی ملت خودمون را حفظ کرده توانیم. این نقش و نگار نه افسانه، این حقیقت است، محصول از دستان پراجاز هنرمندان وطنی. هنگامی که ما وارد آن بناها میشویم چقدر زیبا و دلنشین و بیننده معلوم است. مرکزهای خدمترسانی سودا با طلبات شهرداری بنیاد می شوند. هنگام نوسازی بازار کاروان یک توقفگاه بسیار سطح و بلند آشیانه به نظر گرفته شده است. این و دیگر پهلوهای وابسته به موضوع در برنامه معمار روزهای نزدیک از تلویزیون تاجیکستان.